سلام، امروزتون بخیر. میریم مالگردی، میریم بازی مافیا، بعد بریم قهوه بخوریم، بریم خرید کنیم. خلاص امشب می‌خوایم دوتایی بچرخیم دیگه. یه ولاگ ریز براتون، ریزی هم ریز ناز. خوشگل من. اتیکت تاکسی گرفتن، چه کار نکنیم. استاد ببخشید، اتیکت تو تاکسی نشستن و به بیرون نگاه کردن اگه برامون اجرا کنید بعد من تاکسی بعد نه صحیحش چه؟ خیلی من قرونت برم، از اینا خوشگل تر. نه واقعا از این دوتا که واقعا خوشگل تر. بوردر زنجیره‌ای هم هست، همه جا داره. بعد کتاب فروشیه، حالا یه ذره از این خرت و پرتای مدرسه هم میاره، ولی در اصل کتاب فروشیه. خیلی قشنگه، خیلی من دوست دارم. واقعا فقط اسمه ها 100 فکر کنم 140 درهم اگه اشتباه نکرده باش. این گذاشته 250. من قبلا اینجا از این ماشین ببین، من میگم من اینو در بهترین حالت ماگ استنلی رو همینو این 140 درهم تا پایین ترین حالتش رو توی آمازون هست. خب ولی واقعا با همون قیمت میتونی تو برنده دیگه این تامبلرها رو خیلی با کیفیت تر بگیری، اگه فقط برات مهم نباشه که اسمش استنلی باشه. لباساشو خیلی دوست دارم، سبک لباساشو معمولا همیشه خوشم میاد. دیوونه. من کالکشن های جدیدشون این از اون فروشگاه هست که مثلا وقتی نیو کالکشن میاد از نیو کالکشن بخوای برداری یه ذره قیمت متوسط روی بالاست، ولی وقتی که آف میخوره میره عقب‌تر دیگه قیمتش خیلی مناسب میشه و اون موقع خیلی خوب ارزش خرید داره. چه بهت میاد؟ چند تا قیمتم ببین. 89. نگاه هم واقعا دیگه خوبه دیگه. 89 درهم قیمت. بیاین از نیو کالکشن های چند تا قیمت هم بگیم که آره بذار از نیو کالکشنش قیمت میگیم که ببین 200 درهم. خب فقط این شلوار که نمیتونیم نه دیگه. آره 260 با 200 460 این ستش در میاد. 100 درهم بولیزه، 260 هم شلوار نخیه. قیمتاش توی نیو کالکشن اینه. این کالکشن زارا واقعا تمام آیتماش تک تکش خوشگله. بذار قیمت بهتون بگم، از آنم شد. این پیرهن 300 درهم، بعد 200 درهم شلوارش، بولیزش 200 درهم. اینم خوشگله. آره این به تو میاد. وای این ست خیلی بهت میاد. اونم هر کدوم تقریبا 200 درهم. ستش بهت میاد. نگاه با کیفش هم خوشگله.
طبقه چند؟ 500؟ آخه چیزم هست نگاه این برشاشو لبه هاش همه ببین. بچه اومدیم سفورا یکم استنده لوازم آرایش برندهای مختلف رو بهتون نشون بدم. این استند بنفیت هست که خیلی همیشه گوگلی و خیلی خوشگله. چقدر شلوغه. شب تعطیل دیگه. چی بخوریم؟ چی هوست کرده قربونت برم؟ ولی سوپ بخوریم. جاتون خالی بچه ها. خیلی چسبی. راه رفته بودیم، گرسنه شده بودیم، خسته شده بودیم، خیلی چسبی واقعا. ولی منتظرم برم خونه سوپای خودم. جاتون خیلی خالی. باز برای تو ویدیو میگیریم. فعلا بای. چه فیلتر خوبیه. تاکسی شدیم. فکر کنم واسه تاکسی بعد بریم پایین. هلو هلو. واسه اتیکت دم دست چی داریم برامون اجرا؟ آدم شدن در مکان عمومی کاری که نباید بکنم. وای استاد شما اینا رو از کجا یاد گرفتی؟ اگه بخواین یه پکیج براتون می‌ذارم اتیکت سفر. آره میتونم بذارم اتیکت تو طول سفر. هر چی که نیاز دارین توش هست. ولی اگه باید مانی رو دارین. خب آفری پکیج تبلیغ چیز تخفیفی؟ نه شروعشه که نه. تخفیف مخفوف نداره. میخوای بخری نمیخوای نخر دیگه قطع کن. ما داریم میریم از سیتی سنتر به سمت یه رستوران ایرانی اینجا هست که ایونت مافیامون با بچه ها اونجا برگزار میشه. میریم اونجا که چی بزنیم؟ تارگیه. صد خانم عاطفه شهر باشی مافیا باشی باید بری بیرون. خداحافظ. هر کی من بره بیرون آشغالی. هر کی تو رو شاد کنه آشغالی. هر کی من رو شاد کنه آشغالی. یه شب چرا من رو نداره من گناه نازم تو بازی هم ببینم کی میخوای منو بده بیرون. کی میتونه تو رو بده بیرون؟ نمیدونم تو بازی حالا بتونه. گردن من برو بیرون. میگم نیستم. گوگوی کار میکنه بهش رای میدم. چرا ندم؟ تارگه شما که ساعت 4 صبح ما رسیدیم خونه داریم شام میخوریم. شام که خورده شام دوم شام میخوره. چیزی بین صبحانه بشه سحری خیلی باحال بوده امشب. بازی مافیامون خیلی خوش گذشت. خیلی خندیدیم. بفرم. قسمت غذا هم به من خیلی خوش گذشت.